عجیب‌ترین حقایق درباره کشتی تایتانیک. وقتی تایتانیک غرق شد و مسافران از سرما یخ زدند، جسدشان به اعماق اقیانوس اطلس سقوط کرد. موجودات کف اقیانوس فوراً اجساد را پیدا کرده و گوشتشان را خوردند. اسکلت‌های آنها به سرعت در اعماق اقیانوس حل شدند، چون اعماق اقیانوس با کلسیم کربنات اشباع شده است و همین باعث شد تمام استخوان‌ها طی 5 سال حل شوند. این یعنی اجساد تمام مسافران تا سال 1918 در اقیانوس تجزیه شده، فقط کفش‌هایشان باقی ماند. بقایای کشتی تایتانیک نیز که همکنون در اعماق اقیانوس اطلس قرار دارد، طی 20 سال آینده برای همیشه محو خواهد شد، چرا که طعمه باکتری‌ها و جانداران دریایی می‌شود. میزان تغییرات کشتی تایتانیک در اعماق اقیانوس اطلس از اولین ویدیوی گرفته شده از آن در سال 1987 تا آخرین ویدیو منتشر شده از آن در سال 2021 که نشان می‌دهد کشتی تایتانیک در حال از بین رفتن است. نظریه‌ای وجود داره که میگه صاحبان کشتی غرق نشدنی تایتانیک در واقع صاحب 2 کشتی بودند: کشتی RMS تایتانیک و کشتی RMS المپیک. از اونجا که کشتی RMS المپیک قدیمی شده بود و از دور خارج شده بود و سودآوری کافی رو نداشت، پس از کمی تغییر و رنگ کردن در لحظه آخر با تایتانیک تعویض شد و به همین دلیل از مهمترین افرادی که در آن زمان بلیط رو تهیه کرده بودند در لحظه آخر کنسل کردن یا فروختن. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً با لایک و سابتون ما رو حمایت کنید.